سیتا قاسمی از عربستان سعودی با چهره جدیدش. دلیل رفتن سیتا قاسمی به عربستان چی بوده است؟ افشای حقایق و رازهای بزرگ سیتا قاسمی با شوهر اولش در صفحات مجازی فاش شده است. سیتا قاسمی چرا از هنر موسیقی خداحافظی کرد؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. سیتا قاسمی هنرمند خوش صدای افغان یکی از چهره‌های مشهور، شناخته شده و ناماشنای کشور بوده است. سیتا قاسمی کارهای هنریش را بعد از جدا شدن از همسرش به طور یکبارگی آغاز کرد. سیتا قاسمی شعرهای بسیاری از آهنگهایش را خودش سروده و سیتا قاسمی یکی از طراحان موفق لباس در کشور آلمان بوده است. سیتا در سن 16 سالگی ازدواج کرد. از همسر اولش دارای 2 فرزند می باشد، ولی وی بعد از رفتنش به کشور آلمان از شوهرش جدا شده است. سیتا قاسمی مدت دیری می شود دیگر آهنگ برای دوستداران و طرفدارانش ثبت و نشر نکرده است. در ماه مبارک رمضان سیتا قاسمی به عربستان رفته بود و در آنجا طواف حج بیت الله را انجام میداد. جدیداً سیتا قاسمی با چهره کاملا جدیدش برای دوستداران و طرفدارانش پیام‌های پر از مهر و محبت عیدی‌اش را ارسال کرده است. سیتا قاسمی برای همیشه از هنر موسیقی خداحافظی کرده است. وی قرار است در کشور دبی ازدواج دیگر انجام دهد، ولی تاکنون این خبر از طرف سیتا قاسمی تایید نشده است. ولی من آرزوی موفقیت، سعادت و خوشبختی برای این هنرمند جوان و با استعداد کشور خود از بارگاه عزت الله عزال تمنا دارم. عزیزان و همراهان عزیزم، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و طرفداران سیتا قاسمی به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. صحت و سلامتی برای شما نازنینان از بارگاه عزت الله عزال تمنا دارم. تا درودی دیگر همتان را به الله منان سپرده، موفق و کامگار باشید.